السلام علیکم دوستای گل جورین بخیرین جانشون جور امید منم تمامشون جور باشین همو دوستا که دبار ملک اونارم سلام موگی دیگه امروز دیگه بارش شده در کویتا بسیار موسم خوشگواره دیگه اینالی رئیس شده طرف زیارتی کوی گریزه برنامه که ذوالفقار بیرار دیگه اورم مور از خانیش بالنی از او بعد مور زیارتی کو با شمور نشان میدی نظاره رم نشان میدی شاوک شده پورا شهر کویتا رم نشان میدی دیگه که از مو باشین ملاو مشی یک 5 منت بعد بوری جرار میشه یعنی برادر تازه پیشی قدری مولا علی مرسی دیگه علی بنده کده زیاد یا علی مولا مشکل کشم بدمن داخله هنا قدمني مولا علي غسيل هنا قدمي مولا علي اینه دیگه جوانا د زیارتی کو رسیده دیگه نیچای مصرف خادمین زیارتی کوه را تمام از نار نگاه کنه اینه دیگه پاپڑا هم است بوتلا هم است تو دیگه چه قسم مردم رای دور مایه اینا خدمت مونه چای هم میده عزت هم میده احترام هم مونه تمام صدقی سری مولا علی علیه السلام ذوالفقار صاحب دیگه منده شتی نشتی ولا خسته کده زیاد چی موگی ولا بس بعد سالا هم دیگه ولا همو ترى اجنام عادي دیگه هم زو که پریشان تو جوانا دیگه لمی بولفضل عباس دیگه زیارتی کو دیگه اونجی مقبوضه دیمه دیگه دادا چای نوش جاین کردی دیگه طرفی خانه رही بوری یک نماز کنی الماس کمال پرستانم کی چطور بود مزاقت نکرد السلام علیکم جوانا جورین بخیرین جانشون جوره سلامتین تمام شما جور تیارین دیگه امروز ذوالفقار بیرار گو بوری یک زیارتی کو بوری دیگه به زمادی قدمگاه مولا علی علیه السلام
دیگه بسیار خوب موسم هم بود، بارش هم شدت خوب میت دیگه هوا یخ هم میشله اینجی دیگه. مولا علی علیه السلام دیگه اینجی برای صحت هم بسیار خوبه، هایکینگ میشنه دیگه، مو فیتنس آدم هم برقرار مونه دیگه. بغیر از او دیگه یو تر جای است که در دنیا هر انسان، هر مظلوم انسان، هر باشعور انسان دیگه مولا علی علیه السلام را قبول داره، مان داره دیگه. اگریزه قصه کنم، قصه از خود ما دیگه 6 ماه پیش میته مو رفته بودی طرف یورپ دیگه، باز نشد. باز ما که بودم در ترکیه رسیدم در دویمنه شهر دیگه کو بود امیتر چارشاه خوری ازی گدم بسیار کلان بلیزو کو باز امیتر لیچای سرخ زدد. باز دو ملکان نشاندهی ازیمونه که یعنی باردری دیگه شهره. باز دار شهر که مثال اگر کو نبود باز بلی دست شمله هیچ سرخ میزنه. باز ما بلیزو که بال جدم برفم بسیار بود دیگه، تا از کمر کم زره تا بود 2 فوت 2.5 فوت 3 فوت خوب بود خامخا دیگه. بسیار چڑایی سخت بود ماشاءالله. بچای افغانستان بود بسیار تیز بود دیگه، اونام بال شد خو موم کمیخ نداشت تیز اونا مگر موم بال شدیم. مگر در چاپش که رسیدم دیگه بسیار مندم شدم چرکی خوچاق برا بسیار دروغویه دروغ میزنه که آدم مگر نزدیک 2 گنته مور نانم نداده از 2 روز را 2 روز هم نان نخورده دی در یک دشت بودی دیگه. ای مور گفت 2 روز رایش هم گفت بسیار آسان راه دیگه، گفت زمینای خالی خو خیر مو سفر حرکت چکدی دیگه رفتی. باز زمیتر کوه آمد بسیار کلان کوه بود. باز ریزه ندیه آمد. باز در ترکیه که هسته ماشاءالله و بسیار زیاد اونجی در هر کویشی در هر شهرشی آوسته دیگه ندیار تیر مکدی. بغیر زو بس امیتر زمینامی مادترم بود گیلام پایدم منی گیل مورا بس راگشتوش بسیار سخت بود. خو خیر خلاصه گبیه که مو اول نه روز تیر گدی گوشنا توشنا بله کو خواو گدی در قدی خارا دیگه. سوپ شورک سوپ شمورا دیگه خوشاق برز بس که زیاد فون گدی مورا یک قطره ناندد مطلب 3 لقمه مخوردی خلاص بود دیگه. آو مخوردی از بله کو آوی کور بسیار یخم بود. بس دویمه روز که حرکت کردی یک کو بود بسیار کلان بود، از چارشاخ قدم کلان بود دیگه. بالجدوش بسیار سخت بود. در زورا 2-3 دانه پنجابی بیهوش شد دیگه. امیتر 2 دانه بچای افغانستان بیهوش شد دیگه. بازم همت کده اونا را کش کده بال کده بردی دیگه. دمو سری کو د چاپش که رسیدک بسیار هوای تیز بود، برف هم قسکلو بود که گشته نموشد. بازی گروب از مو که بود اینا از مو کده پیش رفت تقریبا یک 50 متر پیش رفت. باز ما متک لازه شیشتم دیگه. ما دان را چرک برف خوردم کم زره ناجور شد. ما که شیشتم باز امیتر سریم بسیار درد گرفتم یک لحظه خواوگم. باز که خواوگدم دیگه تقریبا 1.5 گنته میته خواو رفتم بیخی خبریت نشدم که گروه از مو کجا شد دیگه. بله کو میته خواوگدم دقیقی برف 1.5 گنته خواو رفتم دیگه. مو گروه از مو بود بسیار پیش رفت دیگه معلوم نموشد. او خیر خواو رفتم باز یک قدر مندم شدم کمزورم شدم حالت من بسیار خراب ناجورم شدم دیگه. بالشته نمیتونستم 2-3 دفعه کوشش کردم که بال شدم دیگه نتونستم. باز زمیتر خواوگدم باز مادر پدریم دیگه خامخا انسان دیاد شما باز زمیتر مادر پدریم دیاد اومد مافتم یار پس پشت از ما منا چیش نگر ما منجی بونو و رای کوچاک مردوی دیگه. منا کی رفته خبر داره که بسیار آدم ما خود میزوم در قدی برف خدا بیامرزه مرده دیگه. ما میتا که مندم باز یک لحظه سوچ کردم مافتم یار ما بالشتم نمیتونم یار اونا اسپاس مم نمایا گفتم تا صبح اگر بوم خمر یخ میزنه دیگه. کوم موتر بال بود برفم بسیار زیاد بود دیگه. امیتر یک 15 منچ دیگه امیتر خواوگدم که ناخونایم دیگه کار نمیداد که ما اینتا شور بیدم. باز گفتم یارا گفتم زین محمد مافتم یارا امیتر پنجتنی پاگه یاد کنم خدا و رسول یاد کنم. باز امیتر مافتم یار د زوری مولا علی علیه السلام مافتم باز بال مشم دیگه. باز امیتر خود کم زره حرکت دادم گفتم یا علی مدد دیگه. گفتم امیم شاو تو گفتم مرا کم زره گفتیش همت بیدی کم زره حوصله بیدی. بس دیگه شاید در نظری مردم دروغ باید مگر روزی بد بلیار کس که باید صرف همو خبره کی راسم دیگه. یا علی مدد که گفتم باز امیتر بال شدم پایم بسیار سستی مکد. باز لایت موبایل که زدم بس کو بود دیگه. دو جایا لایت زدو الاو نیه ما که لایت زدم باز مراولت مور دید بسیار از دور دیگه. بس غریب دبل قدامات مر گرفت دیگه.
خلاصه گبی ہے کہ ای ریزه چیز نیه، ای مذاق نیه که آدم از مولا از خدا بخواه، در وسیله مولا علیه السلام دیگه اون نده. این چیز بالکل دروغه دیگه همو یک قول شنیده باشین، شاید تمام شنیده باشه، ما نام از اون نفر نمیگم، مگه یا علی اگر تو نامو بودی ما شاید هلاک شدم و مردم دیگه. گفته از او آدمی خاص مگه دانه خود چه میدانه کیر گفتم دیگه. امروز هم آماده یعنی علامه پنجتن پاک علیه السلام است دیگه. د صدقه جوانا د صدقه بخواین دیگه انشالله هر مشکل چم حل میشه. اونا که نابینا بینا میشه، اونا که حاجت در حاجتایشی روا میشه، اونا که مشکل داره مشکلات حل میشه دیگه. از در